سلام، من حمید خسرویم و امروز از تاجیک های عزیز میگیم خدمتتون. داستان اسم تاجیک روایت های مختلفی داره. بعضی میگن که تاجیک اصلا اسم یکی از قبایل قدیمی به نام داها بوده که تو تاریخ اشکانیان راجع بهش صحبت کردن. یه عده هم میگن که این اسم رو ترک ها روی ایرانیا گذاشتن، چون ایرانی ها کلاهی تاج مانند روی سرشون میذاشتن و بهشون میگفتن تاجی یا تاجیک. حتی یه گروه دیگه باور دارن این کلمه از ریشه تای که یک واژه یونانی به معنای پیشوا میاد. تحقیقات درباره کلمه تاجیک از اوایل قرن 19 شروع شده. یه پژوهشگر به نام ژن سان مارتن تو مقاله‌ای میگه که کلمه تاجیک به فارسی زبان‌هایی گفته میشه که تو ایران، خراسان بزرگ و تاجیکستان زندگی میکردن. تو دیکشنری آکسفورد هم تاجیک به معنای فارسی زبان اومده که نه عرب، نه ترک و نه مغول. نتیجه این که تاجیک ها از اقوام آریایی هستن که تو هزاره دوم قبل از میلاد مسیح تو آسیای میانه و بلخ زندگی میکردن. ریشه نیاکان تاجیک ها به آریایی های شرقی مثل باختری ها، سغدی ها، پرنی ها و داها میرسه. یعنی اجداد تاجیک ها تو دوران باستان به زبان شرقی آریایی مثل سغدی، باختری، خوارزمی و سکایی حرف می‌زدن، نه به زبان پارسی کهن که تو جنوب غربی ایران رواج داشته. ورود زبان فارسی دری یا درباری بین تاجیک ها هم برمیگرده به دوره ساسانیان و بعدش دوره حمله اعراب مسلمان. تو اون زمان یعنی حمله اعراب، خیلی از پارسی ها به آسیای میانه و حتی چین پناه آوردن. یه عده از این پارسی ها هم به جنگجوهای مسلمان تبدیل شدن یا مبلغان اسلام که به این منطقه مهاجرت کردند. نتیجه این مهاجرت این شد که تاجیک ها علاوه بر ریشه نیاکانی شرق آریایی از نظر فرهنگی و زبانی هم با پارسی ها پیوند خوردن. یه سری از دانشمندان عقیده دارن که واژه تاجیک به آیین زرتشتی هم ربط داره. اونا میگن که این کلمه از تاج گرفته شده چون زرتشتی ها کلاهی شبیه تاج میپوشیدن و به همین دلیل بهشون میگفتن تاجی یا تاجیک. بر اساس تحقیقات باستانشناسی، تاجیک ها مردمان اصلی و بومی سرزمین های آریانای کهن و خراسان بزرگ و فرارود که میشه آسیای میانه بودن. ولادیمیر بارتولد، خاورشناس مشهور روسی، تایید کرده که مردم بومی آسیای میانه آریایی از نژاد تاجیک بودن و قبل از اینکه ترکان به این منطقه بیان، تاجیک‌ها اونجا زندگی میکردن. از طرف دیگه ترک‌ها و مغول‌های قدیم نمیتونستن حرف ج رو درست تلفظ کنن و به جای اون ز میگفتن. برای همین وقتی با تاجیک‌ها ارتباط برقرار کردن، به جای تاجیک بهشون تازیک یا تازک میگفتن. این باعث شده بود که بعضی اشتباه کنن و فکر کنن که تاجیک‌ها همون تازیان که به عرب ها گفته میشه، در حالی که هیچ ارتباطی بین تاجیک ها و عرب ها وجود نداره. ملت تاجیک یکی از کهن‌ترین و اصیل‌ترین اقوام ایرانی هستن که تو سرزمین وسیعی که شامل ایران امروزی، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، چین و پاکستان و حتی هند میشه زندگی میکردن. این ملت در طول تاریخ ضربات سنگینی رو متحمل شدن، از حمله چنگیزخان مغول گرفته تا تهاجم شوروی و درگیری‌های قومی که همشون بخش کوچیکی از این تاریخ پرفراز و نشیبه. کمتر قومی هم میشه پیدا کرد که به اندازه ملت تاجیک آسیب‌ها و سختی‌های تاریخی رو تحمل کرده باشه. این ملت آریایی امروز تو چندین کشور پراکنده هستن و تقسیم شدن. این پراکندگی نشون میده که چقدر از تهاجمات و صدمات متجاوزین زخم برداشتن. ولی با همه اینا قدرت و پایداریشون باعث شده که تو هر سرزمینی که هستن هنوز هویت مشخص خودشون رو حفظ کنن و به حیاتشون ادامه بدن. تاجیک‌های افغانستان توی مناطق مختلف زندگی میکنن که شامل دشت کوهدامن در شمال کابل، دره پنجشیر، بدخشان، تخار، بغلان، اطراف هرات، غزنی، کابل، حوزه غور و جاهای دیگه میشه.
تاجیک ها قوم غیر چادرنشین بودن و بیشتر دوروبر بلخ و دره آمودریا زندگی میکردن. تاجیک های ایران هم توی استانهایی مثل سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان، کرمان، یزد و دیگر مناطق ایران پراکنده هستند. مخصوصا تو سیستان در دو طرف رود جیهون و خراسان جمعیت زیادی از تاجیک ها زندگی میکنن. البته نسبت به خیلی از اقوام دیگه توی این منطقه از همه پراکنده تر و متراکمتر زندگی میکنن. تاجیک های آسیای میانه هم به دو دسته تقسیم میشن: تاجیک های دشتی و تاجیک های کوهستانی. تاجیک های دشتی عمدتاً تو مناطق مرکزی و غربی تاجیکستان زندگی میکنن و تعداد قابل توجهی از اونها هم تو ازبکستان و قرقیزستان و کشورهای اون قسمت حضور دارن. همچنین نسل‌هایی از تاجیک ها تو غرب چین و منطقه چترال پاکستان زندگی میکنن. آمار دقیق جمعیت تاجیک ها مشخص نیست، اما بیشتر جمعیت اونا به ترتیب تو افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران زندگی میکنن. با اینکه تاجیک ها تو این مناطق حضور دارن، اما به خاطر سیاست های تبعیض آمیز و فشارهای قومی مخصوصا تو افغانستان و ازبکستان آسیب های زیادی دیدن. با این حال به دلیل ویژگی های فرهنگی، جمعیت زیاد و تأثیرگذاریشون تو فرهنگ و زبان فارسی، تاجیک ها هنوز توی تاجیکستان، افغانستان و ازبکستان جایگاه مهمی دارن. میدونیم که تاجیک های افغانستان خودشون رو افغان نمیدونن، البته یه سریا، و در واقع واژه افغان بیشتر برای پشتون ها اطلاق میشده. تو هندوستان هم وقتی میگن افغان منظورشون قوم پشتونه. در مقابل تاجیک ها به پارسی زبان ها یا پارسیوان ها معروف هستن. کشوری که امروز به نام افغانستان شناخته میشه از قرن 19 به این اسم معروف شده، در حالی که این منطقه تاریخچه و نامهای مختلفی داشته. البته این به این معنا نیست که بگیم افغانستان سابقه تاریخی نداره و از نظر تمدن و فرهنگ بی بهره است. در واقع اسم افغانستان جدیدترین اسمیه که براش تو دوران معاصر انتخاب کردن. تو دوره‌های قبل از اسمای دیگه مثل خراسان بزرگ و اینا استفاده می‌شده برای این منطقه. حالا اسم خراسان هم آوردیم، خراسان بزرگ، در موردش بخوایم توضیح بدیم. خراسان هم تو زمان مسلمانان به یه منطقه بزرگی گفته می‌شده که زادگاه اصلی تاجیک‌ها و آریایی‌ها بوده. اسم خراسان از دو بخش تشکیل شده: خور که به معنی آفتابه و آسان به معنی مکان، که در کل به این معنیه که اینجا جاییه که آفتاب از اون برمیخیزه، یا به عبارت دیگه معنای شرق میده. زمانی که مسلمانان به خراسان حمله کردن، اکثریت ساکنان این سرزمین از نژاد آریایا بودن و بعدها به تاجیک معروف شدن. اینجا سرزمین اصلی تاجیک هاست. البته در کنار تاجیک ها اقوام دیگه هم بودن که به شکل زندگی بدوی و چادرنشین زندگی میکردن، مثلا پشتون ها و نورستانی ها در کوهستان های مرکزی خراسان. گروه دیگه هم تو اینجا ساکن بودن مثل هزاره ها. یه سری از این هزاره ها قبل از هجوم مغول ها به اینجا اومدن و یه سری دیگه هم به خاطر لشکرکشی چنگیزخان به این نواحی اومدن. این هزاره ها هم با تاجیک ها و اقوام ترک اونجا آمیخته شدن و به یه زبان با واژه های ترکی مغولی صحبت میکنن. تاجیک ها تاریخ خیلی قدیمی هم دارن و پر افتخار، البته که پر از فرمانروایان بزرگ و امپراتوری های معروفه. امپراتوری هایی مثل پیشدادیان، کیانیان، میتانی ها، اشکانیان، کوشانیان، سامانیان، طاهریان، صفاریان، غوریان و خیلی دیگه. اما فقط همینا نیستن. در طول تاریخ سلسله های محلی دیگه هم اینجا وجود داشتن که در خراسان پرچم آزادی خواهی رو برافراشتن، اما متاسفانه خیلی هم از مردم تاجیک با اونها آشنا نیستن. تاجیک ها در ازبکستان بیشتر در شهرهای سمرقند و بخارا زندگی میکنن و تاجیک ها تو ازبکستان بیشتر تو شهرهای سمرقند، بخارا زندگی میکردن و جمعیت زیادی هم تو ولایت کشکدریا و سرخاندریا حضور داشتن که امیدوارم درست تلفظ کرده باشم. می‌بینیم که تو گذشته تاجیک ها تو مناطق وسیع از آسیای میانه سکونت داشتن، اما با حمله ترکان به این نواحی مجبور به جابجایی شدن. امروزه تاجیک ها حدود 80 تا 84% جمعیت کشور تاجیکستان و ازبکستان هم آمار رسمی نشون میده که تاجیک ها حدود 5% از جمعیت کل کشور رو تشکیل میدن، اما آمارهای غیر رسمی میگن که تعداد اونا بین
8 تا 11 میلیون نفره، یعنی میشه 25 تا 35% این کشور. ولایت‌های سمرقند، بخارا و فرغانه از مناطق اصلی زندگی تاجیک‌ها تو ازبکستانه. تاجیک‌ها همینجور که گفتیم یکی از گروه‌های عمده قومی تو افغانستان هستن و به طور کلی تاجیک‌ها در اکثر ولایات افغانستان حضور دارن و از لحاظ جمعیت دومین قوم بعد از پشتونها به حساب میان. البته اگر پشتونهای پاکستانی که در 50 سال اخیر به شمال افغانستان منتقل شدن رو در نظر نگیریم، تاجیک‌ها به عنوان بزرگترین قوم از نظر جغرافیایی و جمعیت شناخته میشن. دو گروه تاجیک هم تو پاکستان حضور دارند، تاجیک‌های پامیری و تاجیک‌های سواتی که فکر کنم پشتون زبان هم هستن. همچنین تاجیک ها یکی از 56 قومیت رسمی چین هستن و طبق سرشماری سال 2000 حدود 41,000 نفر جمعیت داشتن. بیشترشون هم تو شهرستان تاجیک نشین تاشقرغان که مال سینکیانگ زندگی میکنن، یعنی نزدیک قله‌های بلند پامیر. تاجیک های ایران هم یکی از قدیمی ترین اقوام ایران هستن که تو جای جای ایران زندگی میکنن. تاجیک های ایران هم به زبان فارسی صحبت میکنن و خیلی از واژه ها و اصطلاحات قدیمی رو حفظ کردن که شبیه به متون ادبی کهنه. تاجیک ها تو گذشته همونجور که عرض کردیم خدمتتون به زبان های قدیمی مثل سغدی و باختری حرف میزدن و امروزه بیشتر به فارسی و زبان پامیری صحبت میکنن. زبان فارسی بین کشورهای افغانستان، تاجیکستان، ایران و حتی بعضی از مناطق ازبکستان و چین رواج داره و تو هر منطقه لهجه محلی خودشون رو داره، مثل لهجه بدخشی، هراتی، کابلی یا حتی تهرانی. اکثر تاجیک ها هم امروزه پیرو اسلام سنی و مذهب حنفی هستند، اما گروهی از تاجیک ها اسماعیلی در منطقه بدخشان و شیعه های 12 امامی در بخش های دیگه حضور دارند. همچنین جوامع کوچیکی از یهودی‌ها معروف به یهودیان بخارایی از قدیم تو شهرهایی مثل سمرقند، بخارا، هرات و کابل زندگی داشتند. بیشتر این یهودی‌ها تو قرن 20 به اسرائیل و آمریکا مهاجرت کردن، اما هنوز با زادگاهشون ارتباط دارن. بعد از فروپاشی شوروی با ورود مبلغان مسیحی به آسیای میانه تعداد کمی از تاجیک‌ها هم مسیحی شدن. اما از چهره‌های سرشناس تاجیک هم اگه بخوایم عرض کنیم خدمتون، ابن سینا، ابوریحان بیرونی، جامی، سنایی غزنوی، خوارزمی، رودکی، ناصر خسرو و خیلی های دیگه هستن. ممنون که امروز هم همراه ما بودین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا درود دیگر، بدرود.